1 2 3. سلام، خیلی خوش اومدید. اینجا لایتکسته و من مبینا و منم نازنینم. مرسی که لایتکست رو برای شنیدن انتخاب کردید. این اپیزود مقدمه فصل 3 هستش و ما رو قراره توی پلتفرم یوتیوب از این قسمت دنبال کنید. سوال اول اینه که سریع بریم سر بحث اصلیمون. لایتکست چیه؟ لایتکست تعریف یه خطیش اینه که شاید بشه گفت یه پادکست توسعه فردیه، ولی برای من بیشتر مثل یه سفر میمونه که توی هر ایستگاه این سفر ما به یه سری سوال یا یه سری مسئله برمیخوریم که تلاش میکنیم یه سری جواب برشون پیدا کنیم. به نظر من چیزی که لایتکست رو خاص میکنه اینه که دیدش دانای کل نیستش، دیدیه که بیشتر تجربیه، دیدیه که از جستجو به وجود اومده. شاید توی این پادکست ما راه حلی نداشته باشیم برای خیلی از مسائل، ولی یه راهیه که میریم جلو و واقعا هم نمیدونم تهش قراره چی بشه، ولی از اینکه این راهو دارم میرم خوشحالم. ما یه 2 ماهی نبودیم. ماه اول که فروردین بود طبق برنامه قرار شد نباشیم، ولی ماه اردیبهشت هم به خاطر اینکه یه سری تغییرات توی پادکست به وجود اومد نتونستیم توی ماه اردیبهشت هم اپیزودی رو بیرون بدیم. یه سری تغییرات مثل اینکه اعضای جدید اومدن توی گروهمون و ما ویدیو یوتیوب رو شروع کردیم و روی اینستا قراره بیشتر کار کنیم. این که تیممون بزرگتر شده اینه که خب سمانه که الان به تیممون اضافه شده از روز اولی که ایده لایتکست رو ما گفتیم در جریان روند کارهای لایتکست بودش، ولی خب به خاطر مشغله هایی که خودش داشت و نمیتونست با ما هماهنگ بشه تا الان توی تیم نبود، ولی ما همیشه حمایتش رو کنار خودمون داشتیم. ولی از این به بعد قراره هم توی اتاق فکر ما باشه، هم تیم تولید محتوامون قراره با سمانه باشه. جدا از این چیزایی که گفتی، این که نبودیم، من یه دلیل شخصی تری هم براش دارم. اونم این که من وقتی برمیگردم یادداشت‌های فروردین و اردیبهشت خودم رو میخونم، حس میکنم که انگار من گم شده بودم بین زندگی و اون کلمه هایی که میخواستم برای پادکست بگم. گم شده بودم و لایتکست برای من واقعا یه جوریه که مثل یه آینه میمونه که حداقل منو انعکاس میده و من اصلا خودم رو درست نمیدیدم که بخوام بیام توی لایتکست چیزی بگم. شاید خیلی شخصی بود، ولی دوست داشتم که اینو اینجا بگم که جدا از این که در تلاش بودیم که آپدیت بشه، تیممون بزرگتر بشه، محتوای بهتری تولید بکنیم، این دلیلم من داشتم. حالا آخه هممون تقریبا یه روزای این شکلی میشه، ولی اینکه اینقدر عمیق شده توی یه ماه نتونستی؟ توی یه ماه نبود، یعنی دیگه از عید شروع شد تا اومد رسید به اردیبهشت و الان. خوشحالم به اینجایی. نه آره قربان شما. ولی اینکه چرا یوتیوب رو انتخاب کردیم؟ واسه پولشه؟ اونم هست، یعنی واقعا حمایتی که روی یوتیوب امیدواریم به دست بیاد خیلی برامون دلگرمی بزرگیه، ولی جدا از اینا فکر می‌کنم که مبینا جواب این سوالو بهتر میده. به نظرم خیلی خودمونی تر میشه وقتی ما بتونیم ویدیو داشته باشیم توی یوتیوبمون و اینکه صرفا صدا نباشه. به نظر من خیلی قشنگ تره. من خودم ویدیو ببینم خیلی احساس نزدیکی بیشتری میکنم و خودمون هم دوست داشتیم که توی یوتیوب باشیم. همه این حرفایی که مبینا زد کاملا درسته. من فکر میکنم که محتوایی هم که روی یوتیوب میاد جنسش و عمقش با محتوایی که روی اینستا میاد فرق میکنه و من خودم وقتی میخوام یه چیزی رو عمیق‌تر توی سطحی دنبال کنم میرم روی یوتیوب و فکر میکنم چون که اکثر کسایی هم که پادکست گوش میدن دنبال یه همچین محتوایی هستن، فکر میکنم یوتیوب بستر مناسبیه برای اینکه بتونیم از این به بعد اینجا باشیم. خب ما یه مدت نبودیم، ولی امیدواریم که بتونیم از این به بعد اپیزودها رو طبق روال قبلیمون بدیم، ماهی یه دونه اپیزودو داشته باشیم.
امیدوارم کمترین غیبت رو داشته باشیم. آره و اپیزودهای ویژه هم داریم که توی بر اساس تقویم دیگه، یعنی یه مناسبت خاص ما میایم راجع به اون مناسبت صحبت میکنیم. این میشه اپیزودهای ویژه ما. و جدا از کست باکس و اسپاتیفای که از قبلا روشون بودیم، یوتیوب هم اضافه شده و امیدواریم بتونیم روی اپل پادکست هم لایتکست رو داشته باشیم. و برسیم به سوال آخر. آره. چی تو رو درگیرت کرده؟ این سوال که آدما چطور با پیر شدن مامان باباشون کنار میان و آره این خیلی درگیرم کرده و انقدر آروم نمیتونستم باش کنار بیام. خیلی طول کشید که یه ذره باش کنار بیام و بتونم اشک نریزم با سوالم. من فکر میکنم که چطور از یه سنی به بعد هم پدر مادرها هم بچه ها باید قبول کنن که رابطه یه رابطه بزرگسال شده و فارغ از اون محبتی که همیشه بوده، این که تو رو به چشم یک آدم بزرگسال ببینن خیلی میتونه کمک کنه به این وضعیت. ولی میخوام بگم که تو تنها نیستی و حداقل منم به این سوال خیلی فکر میکنم جدیدن و فکر میکنم خیلی دیگه هم اینطوری باشن. آره من از حمید سلیمی یه نویسنده است پرسیدم، گفتم که چطور کنار بیام. گفت منم همینم، هیچ کاری از دستم بر نمیاد ولی سعی میکنم که یه بار اضافه نباشم و به نظرم این خیلی قشنگ بود. جالبه. آره. چی تو رو درگیر کرده؟ چی منو درگیر کرده؟ توی اپیزود جسارت زیستنم گفتیم که یه سری اتفاقا فقط توی تهران میفته و بعد از تهران و خیلی ناراحت کننده است. واقعا ناراحت کننده است. یعنی تو اگه شرط مالیش رو هم داشته باشی خیلی سخته تا تهران پاشی خیلی زیاده و مخصوصا مثل برنامه مثل کنسرت ها. خب کنسرت ساعت 9 شبه. حالا چون شما در نظر بگیر من 4 ساعت قبلشم برم و وقتی تموم میشه بخوام برگردم، فارغ از اون هزینه مالیش یه سری هزینه های دیگه داره که تو وقتی برای خودت میذاری رو کفه ترازو انگار خیلی دیگه نمیصرفه که بخوای بری و این خیلی ناراحت کننده است که همچین برنامه‌هایی فقط در انحصار تهران یا شهرهای بزرگتر باشن. یعنی حالا همدان شهر خیلی کوچیکی نیست واقعا که بخوایم بگیم، خیلی هم از تهران دور نیست. یعنی با جاده که فکر می‌کنم 3.5 ساعت اگر با هواپیما باشه که خب خیلی کمتره و این همه چی در انحصار تهران بودن خیلی ناراحت کننده است. ببین تهران هم نیست، مثلا شهرهای بزرگ رو میبینی. من دیروز داشتم نگاه میکردم یه سری برنامه ها واقعا اصلا از کنار همدان رد میشه ولی همدان نمیاد. اینم خیلی جالبه، خیلی ناراحت کننده. یعنی شما فکر کنید مثلا برنامه میره رشت، خب شما از مازندران هم بخوای بری باز هزینه داره ولی شدنی تره برات. ولی کلا غرب کشور انگار میدونی چیز شده، گست میشیم ما رو هیچکی انگار نمیخواد مسئولیتمون رو قبول کنه. به نظرم به خاطر خودمونه، یعنی مسئولا اصلا بسترشو فراهم نمیکنن که همچین اتفاقایی پیش بیاد. ولی من فکر میکنم که اگر بیان انقدر اشتیاق مردم براش زیاده، خیلی زیاده، منم خیلی قبول دارم. مثلا توی تئاتر سجاد افشاریان که من رفتم، خب 2 سانس بود و سولد اوت بود همیشه و خب یعنی اگر بیاد مردم مشتاقن که برم، من مشتاقم که برم و آره اینم درگیرم کرده و همین، چیز دیگه ای ندارم. سمانه چی تو رو درگیر کرد؟ امیدوارم صدا درست بیاد ولی بلندتر بگو. اپیزود بعدی برات میکروفون میذاریم. من فکر میکنم چیزی که این روزا بیشتر از همه دارم باش دست و پنجه نرم میکنم، یه کوچولو بلندتر بگو. از دست دادنه. اینکه تو میدونی در هر حالت هر تصمیمی بگیری، چه تصمیم الف باشه چه ب باشه چه نمیدونم هر تصمیم دیگه بگیری، به یه راهی ختم میشه که باعث میشه تو یه چیزایی از دست بدی. تو نمیتونی همه چیزو با هم دیگه داشته باشی و اینکه انتخاب کنی چه چیزی رو از دست بدی به چه بهایی، یعنی در واقع چه تاوانی بابتش بدی، چیزی که امروز خیلی راجبش فکر میکنم. نمیدونم شاید در واقع وارد شدن به بزرگسالی و دهه‌های بزرگسالیه، اما اینو الان میدونم که
چیزی نیستش که تو بدون از دست دادن بتونی به دستش بیاری و در نهایت غم اون از دست دادن یه جایی خودشو نشون میده، چه بخوای چه نخوای. آره فکر میکنم که این روزا خیلی باش درگیرم و امیدوارم که بتونم از پسش بر بیام. بار خیلی زیادی داره رو دوشم میذاره. همین. امیدوارم بتونی بر بیای. برمیای. آره. برسیم به تشکرها. اولش این که ما به 1000 بار شنیده شدن رسیدیم. آره و این واقعا خیلی برای من خیلی خوشحال کننده است. آره واقعا. و این فکر می‌کنم اینجا جای خوبیه که دوباره از یه سریا که از اول کنارمون بودن تشکر کنیم. من دوست دارم اول از همه از آقای حیدری تشکر کنم، سینا حیدری که زحمت لوگو پیکتوگراف لایتکست باهاشون بود و واقعا نمیدونم چی باید بگم، چون که من واقعا ممنونشم، چون این کارو بدون هیچ مبلغی برای ما انجام داد و همین. مرسی. خیلی لطف کردی. واقعا همیشه من به خودشم میگم به اون تصویر ذهنی ما از لایتکست با هنرش جون بخشید و ما انگار واقعا لایتکست به وجود اومد بعد از اون. بعد از اینا میخوام از استودیوی نارون اگر درست تلفظ کنم تشکر کنم که واقعا کیفیت صدا و همه ادیت های ما واقعا خیلی بهتر شد و از تو ممنونم که خیلی وقتا ما اینجا دعوا کردیم، خدا رو شکر ویدئویی ازش موجود نیست ولی دعوا کردیم، گریه کردیم، ولی لایتکست یه چیزیه که یه حقیقتیه بین من و تو، نه دست منه و نه دست توه، بین ماه. و مرسی از همه کسایی که تقریبا توی این 1 سال ما رو دنبال کردن، حمایت کردن. من یه تشکر دیگه هم دارم. بفرمایید. مرسی که بر من این امکان رو فراهم آوردین که بتونم ویدیو داشته باشم و این خیلی خوشحالم کرد. منم متشکرم واقعا. این خیلی یه دغدغه بود دیگه برای ما و این خیلی امکان بزرگی بود. متشکریم و امیدواریم که زودی ببینیمتون. مرسی که ما رو گوش دادید. خدافظ. خدافظ. و جواب آمد اندکی نور، جهان تاریک است